منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی، با قسمت دیگری از سری برنامه‌های عقیده اسلامی خدمت شما رسیدیم و این بار با موضوع نعمت‌های بهشت. نعمت‌های بهشت فراوان است که ما در این نشست کوتاه بخشی از اون را با همدیگر مرور خواهیم کرد. در حدیث قدسی که الله متعال می‌فرماید و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آن را نقل می‌فرمایند، الله متعال و خداوند ذوالجلال و معبود یگانه و یکتا و مهربان می‌فرماید: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. من برای بندگان نیکوکارم نعمت‌هایی آماده کرده ام که هیچ چشمی آن را ندیده است، ولا اذن سمعت و هیچ گوشی آن را نشنیده است، ولا خطر علی قلب بشر و در دل هیچ انسانی خطور نکرده است. سپس رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این آیه کریمه را تلاوت فرمودند که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. هیچ نفسی نمیداند ما اخفی لهم من قرة اعین، آن نعمتهایی را که الله متعال برای خنکی چشم انسانهای مؤمن برایشان مهیا کرده است. جزاء بما كانوا یعملون، این پاداش اندکی است در برابر اون اعمالی که انسان در جهان در دنیا انجام میداده است. البته این نکته قابل توضیح است که آنچه الله متعال به ما عنایت فرموده و عنایت می‌فرماید در واقع لطف و کرم اوست، و الا ما اگر بخواهیم همونطوری که الله متعال می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت‌های الله متعال را بشمارید هرگز قدرت شمردن آن را ندارید. و اگر تمام عمر من و شما بخواهیم شکر نعمت‌های الله را به جای بیاریم، شکر یک نعمتش را نمیتوانیم به جای بیاریم. قدر نعمت چشم را کسی میداند که چشم ندارد. قدر سلامتی را کسی میداند که بر روی تخت بیمارستان خوابیده است. انسان واقعا که ناسپاس است و انسان نمیداند و توجه نمی کند که این همه نعمت بیکران و بی پایانی را که الله متعال به او عنایت فرموده است در واقع لطفی و کرمی از خزائن بی پایان او تعالی است. و الا جزاء بما كانوا یعملون، الله متعال فرموده ما را ترغیب به عمل می کند که شما عمل کنید که پاداش عظیم دارد. مزد به شما میدم، چون طبع انسان این است
انسان همیشه حریص است. خداوند متعال انسان را چون که بنده اوست، مخلوق اوست، خوب شناخته، لذا او را به طمع می اندازد. و سارعوا الی جنة عرضها السماوات والارض، بشتابید به سوی بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است. و بهشت 100 درجه دارد که بین هر درجه تا درجه دیگر فاصله بین آسمان ها تا زمین است. بالاترین درجات بهشت جنت الفردوس است یا فردوس اعلی که سقف آن عرش الرحمن است. و بهشت 8 دروازه دارد و که هر دروازه آن مانند عرض مکه تا هجر است، یعنی صدها کیلومتر، 300 کیلومتر. آری روزی خواهد آمد که همین بهشت به این عظمت و بزرگی به وسیله اهل ایمان پر شود و کمترین کسی که از این بهشت سهم میبرد، سهم او به اندازه چیست؟ 10 برابر این دنیا. همه این دنیا با این گستردگی، 5 تا قاره و این همه اقیانوس و نمیدونم چقدر گستردگی، یک بنده مؤمن خداوند متعال بهشتی که به او عنایت میکند، سهمی که از بهشت به او عنایت میکند 10 برابر کل این جهان است. خداوند متعال من و شما را جزو بندگانی بگرداند که از نعمت بهشت متنعم بشویم و از همه نعمتها بهتر در بهشت جاویدان نعمت دیدار پروردگار است. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، چهره‌هایی در اون روز شاداب و خندان، شاد هستند، میخندند. الی ربها ناظره، به سوی پروردگارشان نگاه میکنند. این بزرگترین نعمت بهشت است که اهل ایمان از آن بهره مند میشوند. و اما کفار کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، آیه 15 مطففین، که کفار در روز قیامت از دیدار پروردگارشان در پرده هستند، نمیتوانند پروردگارشان را ببینند. رسول گرامی صلی الله علیه وسلم تشبیه دادند دیدار انسان را که پروردگارش را چطور میبیند، نحوه دیدار پروردگار را تشبیه دادن به ماه 14. که شما آیا در دیدن ما دچار شک و شبهه میشوید؟ ماه 14 را وقتی میخواهید ببینید دچار شک و شبهه میشوید؟ گفتن نه. گفتن پروردگارتان را شما همینطوری واضح میبینید. این تشبیه ما به الله متعال نیست، تشبیه نحوه دیدار است. در وضوح و روشنی دیدار اینجا بعضی اهل باطل و اهل بدعت دیدار پروردگار را منکر میشن و انشاءالله که محروم خواهند بود از نعمت دیدار پروردگار. قبلا ما عرض کردیم در بحث اسما و صفات که ما الله متعال را نمیدونیم چگونه است، ولی کیف و مجهول، اما ایمان داریم. و درسته که الله متعال در دنیا دیدنی نیست. لن ترانی، الله متعال به حضرت موسی فرمود که نمیبینی مرا. هیچ کسی در دنیا الله متعال را نمیبیند، چون این کالبد انسان، امکانات دید انسان، چشم انسان این قدرت و توان دیدن پروردگار را ندارد. اما در روز قیامت از نعمتهای بهشت، بلکه بهترین نعمت بهشت دیدار پروردگار است که امیدوارم الله متعال من و شما بینندگان عزیز را از این نعمت عظیم محروم نگرداند. آری
این را ما باید بدانیم که دنیا هر چی که لذت و نعمت داشته باشد در واقع هیچ است. بعضی علما تشبیه دادند که انسان اصلا نمیتواند تخمین بزند، نمیتواند حتی حدس بزند که اون همه نعمتی که در قیامت الله متعال به او عنایت خواهد فرمود در مقابل دنیا چیست. همچنان که طفل در شکم مادر قبل از تولد شکلش رو شما دیدید چگونه است، اصلا پاش نمیتونه راست بشه، جایی نیست. دنیای به این بزرگی و گستردگی نسبت به شکم مادر چقدر بزرگ است و رحم مادر که 9 ماه این نطفه قبل از تولد در اونجا پرورش می‌یابد به قدرت الله متعال، 9 ماه در اون جای تنگ و از خون حیض، از اون خون کثیف ارتزاق می‌گرده. وقتی به دنیا بیاد جهان به این گستردگی و نعمت‌های به این شیرینی و فراوانی و با این همه طعم و لذت فوق‌العاده آیا برای او قابل درک است؟ اگر ما بخوایم دنیا را با آخرت تشبیه بدیم، دنیا نسبت به آخرت از این هم حقیرتر و کمتر است. الله متعال آن را اندک آفریده است، متاع اندک، متاع الغرور، متاع فریبنده. دنیا با همه نعمتهایش در برابر آخرت یک متاع اندک و فریبنده است. و نعمتهای بهشت کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الله متعال در اونجا وقتی که به اهل بهشت نعمت عنایت می‌فرماید، هرگاه که میوه‌های متشابهی به او نزدیک می‌شود، قطوف دانیه، خوشه ها خودشون میان نزدیک میشن و از اون نعمت‌ها که استفاده می‌کند، ظاهر را که می‌بینن این که قطوبه متشابه ها، میگه ما الان مثل این خوردیم، اما این فقط مشابهت ظاهری در شکل است. طعم اون و لذت اون نعمت تا اون نعمت دیگر فرق می‌کند، چون که خزائن الله بیشمار است. آری امیدواریم که خداوند متعال به ما چشم بینا عنایت کند که بتوانیم ببینیم و تشخیص بدهیم و پستی این دنیا، بی‌ارزشی این دنیا را درک کنیم. خداوند عنایت بکند به من و شما این توفیق را. کسانی که علمایی که صحابه بزرگوار به طور خصوص بعد از رسول گرامی صلی الله علیه وسلم که این همه نسبت به دنیا بی‌رغبت بودن، زاهد بودن، زهد داشتن، بی‌رغبتی داشتن، علتش چی بود؟ علت شناختشون از دنیا بود که این دنیا ارزشی ندارد و شناخت واقعی نسبت به آخرت بود که زندگی حقیقی زندگی آخرت است، بهشت جاویدان است، نعمتهای بیکران الهی در بهشت جاویدان است. خب سروران گرامی، امیدوارم که خداوند متعال به من و شما توفیق عنایت کند که بتوانیم زندگی دنیا را بشناسیم و زندگی آخرت را حقیقتا آنگونه که هست بشناسیم. ما را جزو کسانی بگرداند که در آخرت از بهترین نعمتهای بهشت جاویدان بهره‌مند بشویم و ما را از لذت دیدار خودش محروم نگرداند. تا جلسه دیگر و موضوع دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده
نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت.